آمنا في أوطاننا ودنيا. اللهم آمنا في أوطاننا ودنيا، وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا، وأيد بالحق والتوفيق والتسديد إمامنا وولي أمرنا. اللهم وفقه وولي عهده لما فيه صلاح البلاد والعباد، يا من له الدنيا والآخرة وإليه المعاد. اللهم ما سألناك من خير فأعطنا، وما لم نسألك فابتدئنا، وما قصرت عنه آمالنا وأعمالنا من خيري الدنيا والآخرة فبلغنا. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم آت نفوسنا تقواها، زكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم أصلح أحوال المسلمين في كل مكان، وردهم إلى دينك، إلى سنة نبيك صلى الله عليه وسلم ردا جميلا. اللهم انصر جنودنا المرابطين على حدود بلادنا. اللهم كن لهم معينا وظهيرا ومؤيدا ونصيرا يا رب العالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم اغفر لنا ولوالدينا. قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة. الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا Ya Barbaro, tam şu gün bari namaz cuma. Odamın burada kalaşma, bunun ancak maçakma. Hocam ki tavfanı şarkı diye cümden açar. ليس الإسلام لا يقبل ذلك. هذا تقاتل بالحجر الأسود. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ماذا؟
Olayım lan aşağı koy olayım lan. Nasıl buraya lo? أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله خلاص الله أكبر geriye gidiyor. Subhanallah. Tebrik. Maşallah. Maşallah. Dehtarin. Çok ederken. Gel de. Hani. Maşallah. Selamun aleyküm ve rahmetullah. Allahu Ekber. خیلی مشکل بود در حقیقت خیلی مشکل است لیکن نیت کردیم ان شاء الله حرکت کنیم همش بشه اینا برادر مساق سلامت برام الحمدلله یوزان کردیم اسلام ها که رویت توافی یا مکنه بعد نبریم أو تهوي به الريح في مكان سقيم وعظم أمر الشرك وجعله ظلما عظيما لأنه تسوية بين الخالق والمخلوق بين من له الأمر كله ومن ليس له من الأمر شيء فكيف يذل المخلوق لمخلوق مثله لا يملك لنفسه نفعا ولا ضرا ولا موتا ولا حياة ولا نشورا فاطلع أيها المسلم إلى الذي رفعك عن العبادة العديد وأعتقك من العق للنظير والنديد وعصمك من السجود للصنم وقضى لك بقدم الصدق في القدم أن يتم عليك نعمة هو ابتدأها واقصر حبك عليه وحده وتوكل عليه وحده وآثر رضاه يشكر بنفسه ومن كفر فإن الله غني حميد ثم أتبع ذلك بذكر وصاياه العشر لابنه وهي وصايا غالية عالية بليغة محكمة جامعة لخصال الخير محيطة بما حكاه سبحانه عن عبده لقمان العبد الصالح الذي فجر الحمد لله منزل القرآن والحكمة ومفيض الجود والرحمة لك الحمد ربنا حمدا يمحو غواشي الظلم ويكشف أقنعة الظلم وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله أكمل الله لنا بشرعه الدين وأتم علينا النعمة وجعلنا به خير أمة صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أولي العزم والهمة وسلم تسليما كثيرا
وإن للموت لخطفات وإن في الآخرة عاقبات فكونوا من حسناتكم على وجل ومن سيئاتكم على خجل وسيروا إلى ربكم على عجل قبل نزول الأجل. أيها المسلمون Охлаждение. Охлаждающее. Короче. кондиционер. кондиционер بعد منبر امام است در اینجا چاله حوزه امام بگرد صدای نماز جمعه Aldım ha kitap taksim kelsem bu. کتاب رو جمع کردن دادم کتاب رو فرام کسی کتاب جمع کردن انشاءالله پخش نماز جمعه مکه مکرمه است کما از کعبة الله مباشرتا مستقیم در کانال القرآن الکریم مستقیما پخش می شود. فضیلت و بزرگی که الله تعالی این سرزمین رو داده است خداوند شرف و اکرام و بزرگی این خانه را زیاده بگرداند. الله تعالی صاحب این خانه که ما لازم است که الله عبادت بکنیم بکنیم شادان کنیم خدایی است خدایی که کاملا حرمیت در این سرزمین داده است و این سرزمین را از همون زمانهای قدیم اقتصادی بلند داده است چرا که الله سبحانه و تعالی در کلام بیانش در قريش سورة قريش قول الله سبحانه وتعالى إيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف يعني در الفدودان الله تعالى إنقام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا تمام فهمیدم. الحمد لله امام اینا اومدن به جماعت ما در رو برای نصرت در رکن کعبه در جای اساسی که مقدسات بنا و بستگیش به همین سنگ است در همون قرار گرفتگیم
الحمدلله در نزدیکی بعد مدت است باب کعبه و بعد از آن منبر امام مدنی گذاشتگان با بسم الله الرحمن الرحیم. برادران عزیز، چطوری که گفتیم سنگ و نزدیکی سنگ است. ماشاءالله ما در نزدیکی شدیم. دست به دست سیم ریال داشتیم. میگیرم یا در میکنم میدونم اونجا اصول نبود. به هر حال بود. کتف و دست و خیلی پورا نشون تو نمیتونم. بخشش پورا نشون تو نمیتونم. به هر لگا بود. آدم بسیار بود. خیلی تیم بود. اما وقتی که نیت میکنی ای خونه میبروی، ای خونه وقتی که نیت کرده برآمدی، انشالله که به نیت میرسی. دو روز شما انشالله امروز روز جمعه است. به حد آدم بسیار است. به حد تو رو که میبینی که تو رو پری آدم های انا تاپا نه که ما در صف سیم ای اصول نیست. ای ساعت 7-8 ساعت نه ساعت بیای بعد چرت میرسن. میگردی تاپ میکنی بعد الحمدلله نزدیک شکنه حجر الاسود انا من نزدیک هدف میگم انا همین است که دیگه قدر منزلت که همین دیوارهایی که بنا نهاد شده است از زمان ابراهیم علیه السلام هم مشمل به خاطر انا همین سنگ است که جوهر از جواهرهای جنت است. حجر الاسود از زمان تو آدم علیه السلام تا امروز بگم از وقتی که در روی زمین آدم است سنگ مقدس است و آدم بوسش میکنند. بوسه کردن یا اینکه از نزدیک به همین سنت پیامبر صلی الله علیه و سلم است. که اگر کسی دیگر رو عذر ندهد والله که وقتی زمانش دیگه که نمیتونه بگو که ما صد فوید عذر نمیتیم. به هر حال کسانی که استطاعت قومی اگر سبب عذر دیگر کسی نشوند قصدن بیایند بوسه کنند. در بوسه کردن انسان پیروی محمد صلی الله علیه و سلم است و الله تعالی در قرآن میگه که قل ان کنتم تحبون الله فاتبعونی یحببکم الله. اگر شما ادعای آن را دارید که پروردگارتون را دوست می‌دارید پس پیامبر صلی الله علیه و سلم را پیروی کنید. در پیروی کردن پیامبر صلی الله علیه و سلم دوستداری الله است. هر که پیامبر رو پیروی کرد مثل آن است که الله رو دوست داشت و الله او رو دوست داشته است. مولانا نشمو خب سلسله باشه ما الحمدلله کوشش کردیم که در درباره همین چه بود مشکل بود رفتن و پیشمچه کردن یا که مشکل نبود؟ خیلی در حالتی که آدمو بسیار مشکله. در این حالت خداوند ساعت لحظه شاورد یک آسونی برای ما را میسر گردون که ما به حضور همون سنگ رفته بوسه کرده به حضور من نماز ادا میکنیم. خداوند قبولش کنه. اما خداوند به این مراد مقصد برسونه. ربنا آتنا فی الدنیا حسنة و فی الآخرة حسنة و قنا عذاب النار. حضرت میگفتین که از دوری با اشاره مچه کردن نشاد نه خب بله وقتی که نتواند آدم نتوان باشد که وقتی که میدونه که سبب عذر نفرا میشه در اینجا خب بگیم هیچ امکانی ندارد که بگیم سبب عذر یک نفر نشه. شاید مثل که ما میگیم یعنی اگر همون عذرت قصدن نباشد یا اینکه چه بگیم میشود که قصدن هم نیست امکان زیادی تصادفاً مورد عذر گرفتن دیگران که باشه همه اینا فقط با دوری اشاره میکنه که اینم سنت رسول صلی الله علیه و سلم است. دوری اشاره میکنه که من بوسیدم تو. بله با دوری اشاره میکنه دست راست از رو میبادریم میگه که بسم الله الله اکبر. خب بعد دعا است که دعاش هم میتونی بخونی اللهم ایمانا بک و تصدیقا بکتابک و وفاء بعهدک و اتباعا لسنت نبیک صلی الله علیه و سلم. یعنی من پروردگارا وفا کننده به عهدی که با تو کردم و تصدیق کننده کتاب تو را و پیروی کننده سنت رسول تو صلی الله علیه و سلم. بسم الله الله اکبر میگه از دوری اشاره میکنی بس همیسان که اینم حکمی انا همون بوسه کردن داره در حالتی که سبب عذر دیگر رو بشه. ماشاءالله
ина бардорини азиз, кадоме ки намедонист дар бораи ҳамин санг камеам боша маълумот барои шумо, ба хотире ки мо шуморо дӯст медорем ва худованд шуморо дӯст медорад ки мо ҳамин наворҳоро тавонистем пешкаши шумо намоем. Бародарони азиз, мана инҷоро мебинед, ҳамин санги сиёҳ, намош полиси шумо мебинед. Ана миҷаем бародарони азиз, мана дар Макка тулоем. Бисмиллоҳир роҳмонир роҳим, дар шаҳри Макка. Ана ҳамин санга ки дида истодаед, оз полиси судасро шуда, дар ҳаминҷа санга 7 круг вақте ки тов хӯрдан мегирем. Баъдам ҳамҷоро мерем, як мачак мекунем.